إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران عزیز، نمازگزاران محترم، مهمانان خانه خداوند، پیش از همه ما و شما را واجب است که تمام نعمت‌های پروردگار جل و علا را شکر، حمد، سپاس و ستایش به حد و زیاد گوییم برای همه نعمت‌های زیبا و مفید و با برکتش. و در حقیقت نعمت‌ها برادران عزیزم با شکرگزاری و اندیشیدن و سپاس گزار بودن بر نعمت‌های خداوند جل و علا سببی با برکت شدن نعمت‌های پروردگار جل و علا می‌گردند، سبب فرح انسان می‌گردد، سببی با عزت شدن انسان می‌گردد، سببی با برکت شدن انسان می‌گردد. اما اگر انسان نعمت‌های پروردگار جل و علا را ناسپاسی کند، خداوند جل و علا همون نعمت را سببی بی‌برکتی، سببی بدبختی و سبب رنجشش و سبب درد دلش در این دنیا می‌گردد. پیش از همه برادران عزیزم، ما نعمت‌های فراوانی استفاده می‌بریم که حسابش رو هم نمی‌دونیم. چنان نعمت‌های پروردگار جل و علا رو زیاد استفاده می‌بریم و بعضی حالت‌ها استفاده می‌بریم برای بعضی از نعمت‌های پروردگار جل و علا، برای استفاده بردن آنها هیچ مشقت و هیچ زحمتی هم لازم نیست. و یکی از این نعمت‌ها برادران عزیزم همین نفسی که ما و شما می‌گیریم. برای نفس گرفتن تو اگر انسان بیمار نباشد هیچ رنجش و هیچ عذابی برای نفس گرفتن ندارد. اگر نفس انسان داخل شود و بیرون نآید انسان تمام است، و اگر بیرون برآید و دیگر داخل نشود انسان تمام است. بینایی این نعمت است، شنوایی این نعمت است، چشیدن این نعمت است، سالم بودن نعمت است. خدا را شناختن این یکی از نعمت‌های بالاترین است. دوستی با پروردگار جل و علا، مناسبت نیکی با پروردگار جل و علا، قرآن خواندن، فهمیدن و دیگر نعمت‌های بیشمار است. اگر انسان هدف نعمت‌ها را درک کند و شکرگزار باشد، خداوند جل و علا نعمت‌ها را برای او مبارک و با برکت می‌گرداند. ببینیم خداوند جل و علا به انسان فرزند می‌دهد که فرزند برای انسان چقدر شیرین است، چقدر عزیز است، چقدر دوست داشتنی است. شکرانه فرزند داشتن چی است؟ شکرانه فرزند تعلیم و تربیه فرزند است. اگر فرزند را تعلیم و تربیت داد، علم دینی و دنیوی به فرزندش آموخت، فرزندش را در راه درست راهنمایی کرد، پس وقتی او فرزندش پیامبرش را که شناخت، خداوندش را شناخت، قرآن را که فهمید، دین را فهمید، هدف زندگیش را فهمید، هیچ وقت و هیچگاه گمراه و کجرو و بلندگو و زشتگو نمی شود. در جوانی و در سن پیری هم که پدر برسد می‌بینیم که خدمت‌های می‌کند، با پدر و مادر را خدمت می‌کند و آنها را به مانند نور چشم قدر می‌کند و آنها را احترام می‌گذارد و دعای نیک آنها را می‌گیرد و سبب فرح قلب پدر و مادر می‌گردد. اما اگر فرزند را تربیه نکند، برای تعلیم و تربیه فرزندش اگر
توجه نکند، خداوند همون نعمت را سبب رنجشش میگردد. اون دیگر نعمت نمیشه، اون عذاب میشود برای پدر و مادر. وقتی به اهمیتی کرد در تربیت و تعلیم فرزندش، پس همون فرزندی جگرگوشه‌ایش که باید برای او خدمت میکرد و او رو همچون گوهرک چشم نگاه میکرد و احترام میکرد، او رو خوار و ذلیل و به احترامی و دیگر پستی ها میکنه. در حقیقت دیدیم انسان‌هایی را که در جوانیشان و در عمرشان به فرزندان هیچ توجهی نداشتند، نه تعلیم دینی دادند، نه تعلیم دنیوی دادند، نه قرآن میدوند، نه خدا میشناسد، نه پیامبر میشناسد، نه علمی دنیوی دارد، نه قانون را میدوند و نه هیچ چیز. روزی از پدرش شکایت میکرد که پخن مرا نمی چی میگوید، پخن نمیگوید. پخن چی است؟ چی معنی دارد پخن؟ هم پدر من میگم مصفید میگم که مرا بد میگوید، مرا چی میگوید. من نو دیدم که انسان نسبت به پدرش اینطور صحبت کنه. وقتی انسان عمری دراز ببیند میبیند بسیار تجربه ها، اما ما به انسانی کمی که داریم دیدیم در حقیقت همون پدر بیمار شد و از دنیا گذشت، خداوند رحمتش کند. اما همون فرزندی که پدرش رو به احترامی میکرد تا حالا به احترام است، به منفیت است، به برکت است، به خاصیت است، در هیچ جای احترام ندارد، برای که قدر پدر و مادر را ندانست. من نمیدونم آیا کمبودی از پدر او شده بود یا اینکه نه، اما کمبودی فرزندش رو ما در حیات دیدیم و در نتیجه دیدیم که چقدر تا حالا چقدر خوار و ذلیل و بسیار پست زندگی میکنه. نعمت‌ها رو شکرگزاری کنیم، به قدر نعمت‌های پروردگار جل و علا برسیم تا اینکه خداوند جل و علا نعمت‌هایش رو برای ما و شما مبارک و برکت گرداند. و در موضوع فضیلت روز جمعه گفتنی هم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح می‌فرمایند فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها متفق عليه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمایند که در این روز، در روز جمعه، یک ساعت اجابت دعا هست که اگر انسان در نماز باشد یا دست به دعا بردارد، از خداوند هر چیزی که طلب کند اگر به نیکی او باشد، خداوند جل و علا برای او نصیب میکند، برای او عطا میفرماید. و اشاره کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم که با انگشتشون که همین لحظه های اجابت دعا بسیار کوتاه است. پس همه لحظه و همه دقیقه ها و همه ساعت و همه روز و همه ماه و همه سال خود را، عمر خود را خوب استفاده بریم تا اینکه از جمله انسان‌هایی که حسرت زدن در روز قیامت نگردیم. خداوند جل و علا در سوره یک از سوره‌های کوتاه‌ترین قسم یاد می‌کند، سوگند یاد می‌کند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر. به نام خداوندی به نهایت مهربان و نهایت با رحم، خداوند جل و علا قسم میاد میکند. والعصر، سوگند به عصر. عصر یعنی چی؟ همون عصری که مفهوم عربی دارد 100 سال رو در بر میگیرد، همین معنا هم در ما و شما هست. یک عصر شد میگیم. خداوند جل و علا بر عصر یعنی به زمان، به وقت قسم یاد میکنه. و مفسرین گفتن که خداوند جل و علا به زندگی انسان، به حیات انسان قسم یاد که چقدر ارزش زیادی نزد پروردگار جل و علا دارد. سوگند به عصر، به زمان، به وقت، سوگند به عمر انسان. ان الانسان لفی خسر، و درستی که تمام انسانیت در زیان و در خسرانند. در دوام آیات میخونیم الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استثناء کی؟ کدام گروه از انسان ها استثناءند؟ همه انسان ها زیانند، در خسرانند، مگر الا الذين آمنوا،
مگر آنانی که ایمان آوردند به پروردگار جل و علا، محبتی به پروردگار جل و علا دارند، علاقه زیش دارند، مناسبت نیکی با پروردگار جل و علا دارند، در برابر ایمانشان و عمل الصالحات، عمل صالح انجام میدهند. پس در اینجا فهمیده می شود که ایمان تنها به عمل صالح انسان را کامیاب نمی کند و عمل صالح به ایمان هیچ چیز است. شیطان بعضی لحظه ها انسان را می فریبد. می بینیم متاسفانه بعضی انسان هایی هستند که میگن ای خواهر یک لباسی مناسبی مسلمانی تاجیکی بپوش، میگه ایمان در قلب است، قلب من پاک است و همین برای من بسنده است. پس این ایمانی ناقص است. این یک مفهومی است که شیطان در ذهن او را بازی می‌داراند، او را از خدا دور میکند. وقتی ما قرآن را مطالعه میکنیم، در هر جایی که ایمان آمده است در برابر آن عمل صالح آمده است. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان و پروردگار جل و علا دارند و عمل صالح میکنند، عمل نیک میکنند، و تواصوا بالحق، یکدیگر را به حق توصیه میدهند، راهنمایی میکنند، و تواصوا بالصبر، و یکدیگر را در مصیبت ها و در وزنینی ها و در بیماری ها یکدیگر را به صبر توصیه میدهند. همین 4 گروه از انسان‌هایی هستند که از جمله انسان‌های زیان دیده نیستند، یعنی کامیاب گشتند. چنانکه که ما و شما می‌دانیم موضوع امروزه ما هم در باب فرزندان خود را کتابخوان کنیم. همگان آگاهی داریم که دین مبین اسلام به علم و علم آموزی توجه خاصه دارد. پیروان خود را همیشه به آموختن علم و دانش ترغیب و تشویق می‌نماید. همینطور پیشرفت و ترقی و تکامل و اساس علم و دانش بر مسلمانان واجب میباشد، زیرا از نظر اسلام شخص آنگاه دارای کرامت انسانی خواهد بود که به فضیلت علم و دانش آراسته شود. به امر اقرا یعنی بخوان نازل گردیدن اولین آیات های قرآن نیز در خود معنا و حکمت هایی داشته آدمان را برای اندوختن علم و دانش هدایت می نماید. خداوند جل و علا در آیت 9 سوره زمر بر مقام بلند اهل علم تأکید نموده می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظیم. بگو آیا آنانی که میدانند و آنانی که نمیدانند برابر میشوند؟ جز این نیست که صاحب خردان پند پذیر میشوند. خداوند جل و علا و ما و شما میفهماند که آنانی که میدانند، علم دارند، قرآن را خواندند و فهمیدند و عمل کردند و زندگی خود را با برکت کردند، از آنانی که نمیخوانند و نمیخواهند بدانند و تاریکانه و در تاریکی و در گمراهی میروند، آیا این دو گروه برابرند، مستوایند؟ البته که نه. آنانی که میدانند پند میپذیرند و زندگیشون رو با عزت و با برکت و با هدایت زندگی میکنند و منفعتناک زندگی میکنند. اینچنین امام ابو حنیفه در وصیت خود به شاگردانش ابو یوسف یعقوب ابن ابراهیم انصاری فرمود: در آوان جوانی که قلبت جدا از تمام وزمینی های حیات است و هنوز کثرت عیال و فرزندان ذهنت را مشوش نکرده است، علم بیاموز. یعنی علم آموختن در عیان خردسالی، جوانی، این نقش است و مانندی که در بالای سنگ نوشته شود. عنعنه علم آموزی و کتابداری و کتابخوانی برای ملت تاجیک، برای ملت ما تاریخی 1000 ساله ها دارد. این است که
حتی باری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حلقه صحابگان فرمودند اگر علم در ثریا می بود مرد از فرزندان فارس آن را در می‌یافت. این حدیث را امام احمد روایت می‌کند. منظور از طلب علم تنها علم دینی نیست، بلکه آموزش علم‌های معاصر نهایت مهم بوده. آموختن آنها نیز بر همگان فرض است. بعضی کمبودی‌های بعضی عائله‌ها در چی است که یک فرزند را بسیار کوشش میکنند، بسیار زحمت‌های زیاد میکشند اگر بخواهند که طبیب شود. تنها در همین راه طب علم‌هایی که وابسته به طبند فرزندان خود را میماند و میآموزاند و الحمدلله که به یک جایی که رسید منفعتش زیاد میرسد. اما اگر طبیب طب را هم از نگاه دینی و هم از نگاه دنیوی بیاموزد، ماهیت و مقام و جایگاه طب را در دین بداند و دین را در طب بشناسد، به هیچ بیماری خیانت نمیکند. این ترس خداوند جل و علا انسان را نمیماند که ناحقی کند نسبت به یک انسان، نسبت به یک بیمار. پس بالای انسان هم فرض است هم واجب است که به فرزندان خود هم قرآن و هم حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم را بیاموزاند تا اینکه در رفت همون حیات و کسبی که فعالیت میکند ناکام و لغزش نخورد. امروز ملت ما به فرزندان نامدار خود که علم و دانش را در جهان روشن کردند افتخار دارد. رودکی و فردوسی و بیرونی و سینا، خوارزمی و خیام، فارابی و ابو محمود خجندی و صدها نفر عالمان و دانشمندان بزرگ تاجیک آموزش و تکمیل علم را به اوج اعلی رسانده بودند. پیشرفتی ستاره شناسی و هندسه، طب و ریاضیات، فلسفه، منطق و دیگر علم‌های دقیق ثمره مهنت فرزندان ملت تاجیک است. کتاب القانون ابن سینا 1000 سال است که سرمشق کاری طبیبان عالم می باشد. از این روی کتاب‌های بیرونی و ابو محمود خجندی عالمان مدار زمین و مسافه بین ستاره ها چین می کردند. کتاب امام البخاری تاجیک یکی از کتاب‌های معتبرترین در عالم اسلام است. پس می سزد که امروز ما خودمان علم آموزیم و فرزندانمان را به آموزش علم هدایت نماییم. قله‌های نو علمی را فتح نماییم. افتخارات نو به نو در ساحه‌های گوناگون علم داشته باشیم که محتاج دیگران نباشیم. چنانکه که شاعر میگوید نیست کاری و دوریان جهانم صایب، روی دل از همه عالم بر کتاب است ما را. پس اگر ما خودمون نمونه باشیم، ما خودمون انسان‌هایی باشیم که میخوانند و مطالعه میکنند و کتاب خوانند و کتاب دارند، پس فرزندانمون ما و شما رو میبینند. چنانه که گفتم پدر و مادر این اولین قهرمانان فرزندانند. فرزند وقتی پدر را ببیند اگر نیک باشد نیک می شود و اگر پدر را ببیند که همون بد اخلاقی و همون خرخشه و همون جنگجاری در زندگی و بی ادبی و بی اخلاقی را ببیند فکر میکند که همین حیات همین است. فکر میکند که بهترین زندگی همین زندگی پدر و مادر من است. برای هر یک فرزند پدر قهرمان است. پس اگر ما دروغ گفتیم، اگر ما بلند گفتیم، اگر ما دغل گفتیم، اگر ما حقارت کردیم، پس باید ما انتظار نشویم که فرزندانمون بسیار با آداب میشوند و با اخلاق میشوند، با تمکین میشوند، نامبردار پدر و مادر میشوند. یکی از جوانان گفت که میخواهم فرزندم به مانند
امام بخاری شود، چی توصیه میکنید؟ اگر میخواهی فرزندانت به مانند آن بزرگان شوند، به مانند بخاری و مسلم و سینا و فردوسی شوند، پس تو هم به مانند پدر همون امام بخاری باش. تو خود اخلاق نکو داشته باش، اخلاق حمیده داشته باش، با رفتار خود، با اخلاق نیک خود فرزند خود را تربیت کن. تربیه عملی بسیار مؤثرتر است از تربیه گفتاری. فرزند رو اگر بگوی 10 بار که کتاب بخوان کتاب بخوان کتاب بخوان، فکر کنم اونقدر تأثیر نمیکند. اما اگر خودمون در عمل نشان بدهیم، وقتی فرزند ببیند که صبحگاه در دست پدرش قرآن است، ترجمه قرآن است، میخواند، مطالعه میکند، کتاب القانون ابن سینا است، شاهنامه است، اگر ببیند که میخوانیم و مطالعه میکنیم، در دل فرزند هم یک جوش، یک محبت نسبت به خواندن کتاب، نسبت به علم پیدا میشه. برادران عزیزم، سبب ناکامی و بدبختی فرزندان خود نشویم. اگر فرزندان به یک راهی کج رفتند، شاید که یکی از عملها و خطاهای ما و شما بود که آنها به کجی رفتند. شاید به اهمیتی ما و شما بود، به توجهی ما و شما بود. اما هدایت نزد پروردگار جل و علا هست. انسان باید تمام کوششش را بکند، تمام مهنت و تمام زحمتش را بکند و دعا کند که پروردگارا من و فرزندانم را هدایت کن، چنانه که پیامبران گذشته دعا کرده بودند. و ما فرزندان و ذریه های ابرار نکو نصیب فرما. همیشه صبحگاه بعد از هر یک نماز، در درون نماز، بیرون از نماز، شبها در حق خود، در حق پدر و مادر خود، در حق فرزندان خود دعا کنیم، دعای نیک کنیم. بر خداوند سوگند دعای نیک پدر و مادر به فرزند به مثال دعای نیک پیامبران بر امت خویش است. پروردگارا همین دختری مرا یک خانواده سالم، فرزندان سالم، حیات سالم نصیب فرما، خوشبخت بگردان. دعا کنیم برای نیکحوالی آنها، برای دین آنها، برای دنیای آنها، برای آخرت آنها دعا کنیم. متاسفانه مادران حالا دستت بشکند کاش میمردی و کاش تولد نمیشدی و این حقارت ها و دعاهای بدی مادران وقتی در کوچه ها میگذری آشکار و بلند است، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند لا تدعوا علی انفسکم. وقتی پیامبر میرفت یک صحابه را دید که شتر خودش را میزند و حقارت میکند و دعا میکند کاش که میمردی و دیگر. پیامبر گفت که لا تدعوا علی انفسکم، برای خودتون دعای بد نکنید. هستن انسان های میمردم بهتر بود از اینکه در این دیگه حالت گرفتار شد. برای خود دعای بد نکنید، برای فرزندان خود دعای بد نکنید، برای مال خود دعای بد نکنید که یک ساعتی هست که حالت اجابت دعا هست. اگر در همون لحظه اگر دعا کردی خداوند اجابت کرد و خودت ناکام شدی، پس این سبب بی‌برکتی و سبب دعای بد خودت است. دعا در زندگی انسان بسیار تأثیر زیادی دارد برادران عزیز. و چنانکه ما میدونیم برادران عزیزم، اون که میداند، اون که علم آموزد هیچ وقت فریفته نمی شود، گمراه نمی شود، بدگو نمی شود، کجرو نمی شود. کدام گروه ها هستند که به گروه های افراطی و تروریسم و اکستریمیسم و حزب نهضت و دیگر گروه های سیاسی و دیگر می پیوندند؟ آنانی که علمی کافی ندارند، علم دینی و علم دنیوی کافی ندارند، تیز فریفته می شوند با یک سخن شیرین، با یک سخن کج و با یک سخن نادرست به چی بدبختی ها می روند و خود و خانواده خود و اهل و تمام نزدیکان خود را ناکام و بدبخت می کنند. و در این لحظه های اجابت دعا از خداوند جل و علا طلب و امیدوارم که تمام امت اسلامی را از تمام
خونریزی ها و ظلم و ستم و بدبختی ها و گرسنگی ها برهاند. صلح و ثبات و امن و امنیت و تنجی و سربلندی و اتحاد و یکبستگی امت اسلامی رو همیشگی بگرداند. خداوند و آن سرزمین های مسلمان نشینی که در آنجا نه تفلکان در امنند، نه کلانسالان در امنند، نه خردان در امنند، عین حال که ما و شما در این مسجد، در این فضای صلح و ثبات، در این فضای محبت با یکدیگر نشسته ایم در اینجا و دل صافانه و پروردگار خود را عبادت می نماییم. در 23 کشور دنیا جنگ و خونریزی و دیگر وزنینی ها قرار دارد. دعا میکنیم که خداوند جل و علا در تمام عالم صلح و ثبات را همیشگی گرداند. آن برادران مسلمانان ما را هم خداوند همیشه صلح و ثبات و تنجی و امنیت در سرزمین های آنها هم همیشگی بگرداند. تمام گذشتگان ما و شما را رحمت و مغفرت بگرداند. گذشتگان ما و شما را قبرهایشان را با نور قرآن منور بگرداند و روحهایشان را شاد بدارد. پروردگار آنانی که هفته گذشته و امروزها برای پیشروی این مسجد، این مرکز و تمام مسجدها سهم گذاشتند، مبلغ گذاری کردند، استاها سهم گذاشتند، پروردگار را در عمر و زندگی و کسب و کارشان برکتت را همیشگی بگردان، عزت و برکت دنیا و آخرت نصیب بفرما. پروردگار آنانی که خدمت میکنند به این ملت، به این مردم و تمام مسلمانان، پروردگار و تمام این دست برداشتگان را عمری دراز مبارک با برکت نصیب بفرما و این ملت و این سرزمین را پروردگار از تمام آفات و بلاها در پناه اسمت خویشت نگهبان باش. پیشروی دینی و دنیوی و علمی و تکنولوژی و پروردگار تمام این پیشروی هایش را همیشگی بگردان و این وحدت ما را و این سرجمعی ما را و این امنیت ما را پروردگار تا قیام قیامت همیشگی بگردان. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.